سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان، پدران و مادران، این لحظه الحمدلله که در نزد یکی از استادان بزرگ، یکی از چهره‌های شناخته اکای داملا عبدالرحیم قرار دارم. الحمدلله که این فرصتی دیدار برای من فراهم شد. هر وقتی که این استادان و این بزرگان که من دیدار بینی میکنم، از این استادان در حق تمام هموطنان و برادران و خواهران و مهاجرین و مسافرین طلب دعا میکنم. تنها برای خود نه، برای تمام همین مسلمانان طلب دعا میکنم. در این ماه مبارک رمضان قرار داریم که در این دهه رحمت که این ماه صفا و صمیمیت و بخشش و اجابت دعا هاست. از این استاد بزرگوار خواهش میکنم که در حق تمام برادران و هموطنان عزیز دعای خیری داشته باشند. استاد بزرگوار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه شریف رمضان، ختم قرآن عظیم الشان را از برای تمام مسلمانان تاجیکا و تاجیک زبانهای عالم تبریک و تهنیت میگویم. خواه در دیار باشند، خواه در سفر مهاجرتی باشند، پروردگار به شرافت این ماه بزرگ، به خاطر آنکه شبهای آن شب قیام ختم قرآن است، روزهای آن روزی روزداران است، پروردگار را فیض برکات خیرات حسنات خویش را در ملک سرزمین ما نازل فرما. خداوند اهل این دیار را از جمیع بلا و گزندها حفظ کن. پروردگار را سعادت دارین نصیب شان بگردان. خدایا رزق روزی بنده های مؤمن فراخ و وسیع بگردان. پروردگار را حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است و هو شهر المواسات. این ماه همبستگی و ماه مواسات است، ماه خیرخواهی است، ماه غمخواری است، ماه غم بنده های کمبغل خوردن است، ماه جوانمردی جوانمردا و توانگرا است. پروردگار را غیرت همت توانگرا را بازم بیشتر و زیادتر بگردان. پروردگار را به فقرا و کمبغلا صبر عنایت فرما. خداوند برکات خویش را در خاندانشون نازل فرما. پروردگار را عاقبت امور مسلمانان را به خیر انجام ده. خداوند این روزه را روزدارا به خاطر تو میگیرند و خود بشارت داده ای که فإنه لی و انا اجزی به. روزه روزدارا به خاطر من است و پاداش و مکافات این روزدارا را در ذمه من است. خداوند عاجزانه دعا میکنیم درگاه بی نیازی خودت از کرم خویش مسلمانان را غنی گردان. فیض و برکات در ملک سرزمین ما نازل فرما. ارواح گذشته هامون رحمت مغفرت کن. پروردگارا و بیماران و شفای کامل و عاجل عنایت فرما. خداوند رزق و روزی بنده ها فراخ و وسیع گردان که هرگز محتاج دست دیگر نگردند. پروردگارا جوان مردایی را که در این ماه بزرگ خیر میکنن برکاتشون مضاعف گردان. خیر برکات در خاندانشون نازل بشه و خیر فرزندا و نبیره و ابیره هاشون ببینن. واقعا این ماه جوان مردا است، ماه غیرتمندا است، ماهی هست که دیگر ثروتمند و کمبغل در یک سطح قرار میگیرن. همه گرسنه هستند، همه تشنه هستند، همه به خاطر عبادت پروردگار از تمام لذت‌های زندگی در طول روز سعی میکنند که دورتر باشند و عبادت مشغول باشند. پروردگار عاجزانه دعا میکنیم برادرای رهدوری و مهاجری ما را در پناه امن اسمتت محفوظ دار. سالم و غانم و سربلند تن صحت با بازگشتن به دیار براشان نصیب و روزی گردان. خداوند در مساجد ما، در خاندان مسلمانان ما هرگز فیض برکات خویش را قطع مگردان. عاقبت امورمون به خیر انجام ده. برادرایی را که در این ماه بزرگ سعی میکنن که فایده و منفعت به مسلمانای دیار رسد، خداوند از جمیع بلا و گزند و آفت ها حفظشان کنه. پروردگار سعادت دارین نصیب و روزیشان گردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. برکت بنده های شکرگزار دوست می‌دارند. لئن شکرتم لازیدنکم. حضرت خداوندی در قرآن عظیم الشان تاکید میکند اگر به شرطی که شکرگزاری نعمتی مرا کرده، از این نعمتی بیشتر و زیادتر تو میتم. ولئن کفرتم این عذابی لشدید.
اما اگر کفران نعمت کردید و قدر نعمت الله نرسیدید، البته که عذاب پروردگار از این سختتر زیادتر میشه بالاتون. واقعا همین بنده باید شکرگزار باشه. خدا قسم اگر همین در یک شبانه روز 24 ساعت هم یاد خدا و ذکر خدا و شکر خدا را کنیم، از هزار یک شکر خدا را انجام داده نمیتونیم. بزرگا به همین شکرگزاری مرتبه و منزلت یافتند. همین حضرت ابو سعید ابوالخیر یکی از شیخای طریقت، یک جوانمرده که حتی شیخ رئیس ابو علی ابن سینا در پیشش رفت تسلیم شد، تصدیق کرد. سینایی که در ابتدا بعضی معجزه‌های پیغمبر را به عقل درست نمی‌آید گفته قبول نمی‌کرد، وقتی که کرامات شیخ علی تسلیم شد. حتی در کتاب اشارات و تنبیهاتش میگه که زینهار به کرامات اولیا شک نیارید که مجرب است. مقصد ما میره در تجربه دیدیم. همین سینا حتی مقصد که را احترامش میکرد، اعترافش میکرد. یک شخصی پرسید که حضرت همین بزرگی و مرتبه را به چی یافتی؟ گفت یک وقتا جوان بدم بازار دا گفت میگشتم، حالی بچه نوبالغ یک مسافر دیدم میگه برش واز بین ترک. دلم سوخت، میگه رفتم گفتم بابا جان بیا یاردمت کنم. بعد خلطش از سری حرقه کردم، میگه خطیش رفتم. وقتی از بازار برو اومده میگه یک موزه دا گفت بچه من بیا مونم خلطه را. بعد گفت که یک چیزا کلمه گم دائم همین را ذکر که ترک نکرد. همیشه باید که همین ذکری دائمی باشه. بیت حقا قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی، یک شکری تو از هزار نتوانم کرد. همین را گفت فراموش نکرد، دائمی بگو. این هم گفت که من هر وقت بیکار شم همین را میگم. اگر در بدن انسان ممکن میلیون مو باشه، اگر هر کدوم یک زبان برورا میگه و شکری تو را بگه، پروردگار رو از هزار یک شکری تو را انجام داده نمیتونیم. سبحان الله. برای باید شکرگزار نعمت پروردگار باشیم، خاصتا وقتی که پروردگار این نعمت بزرگ فرزند برات نصیب میگردونه. المال و البنون زینت الحیات دنیا. خداوند متعال مینت میگذاره در جان بنده هاش که مال و ثروت و فرزندان زینت حیات دنیای شما هستند و همون نعمت پروردگار میته. سبحان الله. به قدر نعمت پروردگار نرسی کورنمکی نمیشه. حتما فردا روز قیامت خدای تعالی همه همین نعمت ها را برامون میکشه. چه جای ما که خداوند یک نعمتی از همه بزرگتر ایمان برامون داده است، این سوال و جوابش مضمونه وزبینه. ما بنده های مؤمن هستیم، حتی مشرکا و کافرا را خدای تعالی همون نعمتایی را که براشون داده دروشون میکشه. حقم داره. لتسألون عن النعیم. البته شما از نعمتو پرسیده میشوید. در قرآن عظیم شان یک سوره داریم با نام قریش. الحمدلله همه از یاد میدونین ایرا. سوره لیلاف شم میگن. چرا قریش؟ برای که خدای تعالی در همونجا درباره قبیله قریش گپ زده است، درباره زندگی قریش، درباره معیشت قریش و در مقصد که مینت چون میکنه که بدبختا از خاطر خانه الله زندگی خوب دارن، از خاطر خانه الله احترام دارن، به خاطر الله خانهش حتی راهزن و کاروانو یا را غارت نمیکنن. این کثافتو باید عبادت خدا را بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لإیلاف قریش. خداوند میگه از جهت الفت قریش، از جهت الوفه قریش، از جهت مقصد که معیشت قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف. الوفه اینا الفت چون توسط سفرهای تجاری است که در زمستان و در تابستان واقع میشه. حاجی محترم همش میدونن زمین مکه مکرمه را دیدین، یا زمین سنگستان های خاک نداره، در اوجا زراعت نمیشود، در اوجا باغ و راغ نیست، در اوجا مال حال هم کرده نمیشه، علف کافی نیست که مقصد یک آدم به همین بز گوسپند مال پروری مشغول شود.
زندگی همون مردم از حساب تجارت های. از بس که دعای حضرت ابراهیم خلیل رفته است، هیچ وقت خونه خدا به آدم نیست. ایام زمان جاهلیت هم حتی این عربا تمام شریعت ابراهیمی را فراموش کرده بودند، فقط همون خانه الله براشون بزرگ بود. همون خانه الله هم خانه میدونستند، اعتراف میکردن، احترام میکردن. همیشه مردم زیارت میرفتن، همیشه خریدار بود. تجارت چون مقصد ساز بود خورشی را. اکی یو چیکار میکردن؟ زمستان عادتا اینو با یمن زمستان سفر میکردن برای که یک مملکتی گرم سیره. تابستان شام میرفتیم برای تجارت. بار میزدن، میگرفتن، میآوردن تاجرای کلانش، میونهاش از اینو اپت میخریدن. بعد اوش که با قوتشو کمتره همون مقداری سودای یک ماه و یک روزشون هم میخریدن. حتی شخصایی بودن که عموما سوم نداشتن، می اومدن بورا با مقصد که بمزد با نسیه میگرفتن، میبردن میفروختن و با مبلغ هم میوردن پرداخت میکردن. زندگی همه از حساب همین بود. راههای عربستان به حد خوفناک بود. بسیاری قبایل عرب زندگیشو از حساب غارت بود، غارت میکردن. ولی همین ترکا همین عادت شو همین عصرهای میانه غارتگری و توراج بوده است. همون مردم هم قبایل هم بیشترشان تری به غارت کاروان ها مشغول بودن. تجارت ها را مثلا تاجرها را غارت میکردن. اما وقتی میشنیدن که کاروان قریش است، یگان نفرش جرأت نمیکرده است که به همین کاروان هجوم کنه، از خوف اون که مبادا در پیش خونه خدا یا دعا کنن سر بر نگیریم. یا ببینه هم خونه خدا خوف داشتن، مقصد که اینا مجاور خونه پروردگار هستند، مبادا یکی خفشو کنیم دعا کننده حق مو. برای همین احترامشو میکردن. خداوند میگه که این خانه سوخته ها، همین قرشی ها باید که پروردگار همین خانه را عبادت کنند. الذی اطعمهم من جوع، این پروردگاره که همیشه اطعام شو کرد، همیشه آذوقش مهیا میکنه که گرسنه نمیمونن. ای بچه در همین قصر صلح در مملکتی که اصلا زراعت نمیشوه، میوه نیست، درخت نیست، هیچ وقت قحطی نشیده است. مملکت هایی که در این سال 3-4 بار زراعت حاصل میگیرن قحطی را میبینن، همونجا الحمدلله که ندیدیم. و آمنهم من خوف، و پروردگاری که همین مردم از خوف هراس امین داشته است که پروای نه رازن داشتن، نه پروای دزد داشتن، نه پروای غارتگر. در همین عکاظ، این عکاظ نامی یک موضع است بین طایف و بین نخله. همین راهی که از مکه طرف طایف میره بین همونجا دایده مقصد یک موضعی هست که در اونجا بازار میشید، کلانترین بازار در نیم جزیره عربستان، یارمرکه بگید. هر سال در ماه رجب همونجا بازار میشید است. رجب یکی از ماهای حرام ای. این ماهی هست که در همین ماه غارت و کشتار و همه چیزا کمتر است. تاجران هم به حضور رفته و اومده میتونستند در همین ماهای حرام. دیگه مقصد به خاطر همون ماها غارت شونه میکردن. شاه عرب نعمان ابن منذر در همین حیره عراق یک مملکت بود، یک کشور، پادشاهش نعمان ابن منذر میگن یک مقصد یک عرب است. در سیاست خارجی پچینیان فارس بوده، اما در سیاست داخلی پادشاه بود خودش آخر. این همه هر سال به همون بازار عکاظ کاروانی به حد کلان میفرستاده است و هر سال سعی میکرد که یگان نفر از بنی کنانه یا از قریش بگیره. این کنانه و قریش خیش تبارند، یک قبیله هست. همیشه همیان را میگرفته است که به خاطر قریشی بدنش مقصد که همین از غارت توراج ایمین بمونن. یک سال قدرت خدای تعالی یگان قریشی و یگان بنی کنانه حلال در همون حیره نبوده است. یک شخصی بود با نام براز ابن قیس کنانی، یک شورپشتی اوباش رنگ بوده است. ایرا او اعتماد نمیکنه نعمان ابن منذر. بعد اعلان میکنه، میگه که کی از جوان مرده که به عهده میگیره که همین کاروان سالم بره و بگردونه بیاره. یک شخص از بنی حوازین همونجا بوده است،
با نام عروة الرحال ابن عتبه و میگه که یا شاه من میگه به کلمه میبرم میورم با این باروز کنونی میگه که مردکی خوب تا همی باوری داری که از بین قبیله های بنی کنانه و بنی ربیع و بنی سعد همی کارمون سالم بگذارنی بری میگه پیشه کردی میگه کردم دیگه خوب میگه چی نمیگه کارونه میگیرم میبره این خونه سوخته باروز ابن قیس هم در دلش کینه گرفته بوده است میروه یا شیک دیگه جمع میکنه و میگه که سرداری همین کاروان همین مقصد راهبری کاروان در دست قریشی ها نیست تشویش نکشه هیچ کدوم طولا بکنه میوین غارت میکنن کاروانا عروة الرحال میکشن قدی چند شریکش همون کاروانا دزدی میکنن میرون همه شب و روزا در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم زمان جوانی شای با روایت صحیح همون سال حضرت 16 هنه پر کرده بود میگه در اوکاز قریشی ها سودا میکردین خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امکوش یوردن میکرده است همراه امکوش در همین اوکاز بوده است وقتی که غارت میکنه این برازی کنونی یک آدم میفرسته در و به قبیله بنی کنانه و قریش که هم چند نفر از بنی حوزی کشتگیم خشتونه در سر تو بگیره که قصاص میگیرن اون زمان قصاص خونی بود که خبر وقتی که با قریشی ها میرسه در حال بار پتک چیزی داشتن میبندن طرفی مکه حرکت میکنن این از قفا بنی حوازین خبر میشوه ای قفاش سرونده میوین اخیر الامر جنگ سر میشوه بسیار جنگ سخت شدگی 4 سال متداوم جنگ رفتگی این با نام حرب فجار در تاریخ اومدگی حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که من بچه‌ک بدم مقصد التماس کردم اما کمک اجازت بده منم اشتراک کنم تیرهای کجاله را میگرفتم راست میکردم میگه تیردانو را پر میکردم اما کمک در همین جنگ یاردن میکردم جنگ 4 سال رفت است عاقبت الامر وقتی که صلح کردن ابتدای جنگ در حضرت 16 ساله بود الکی وقتی صلح بستن 20 ساله شده بود دیگه جوانمرد شده بود یعنی در اول تیر راست میکرد بعدا کمک کرد مقصد هم قبیله هاش جنگ میکردن با اخیر الامر صلح کردن به همین شرطی که حساب میکنیم مردهای کسی اگر زیادتر باشه این طرفی که مردش کمی کو در عوض هر یتش خونبه ها میده وقتی حساب کردن حقیقتا از بنی حوازی یک 20 نفر زیادتر کشته شدگی بوده مبلغ یعنی خونبه های 20 نفر قریشی ها دادن و به همین صلح شد ببینه کی راهزن و جرأت کردن که کاروان را بزنن وقتی دانستن که سردار کاروان از قریش نیست از کنانه نیست از حوازی نیست برای همین خدای تعالی مینت میگه که فلیعبدوا رب هذا البیت این بدبختا یا باید پروردگار همین خانه را عبادت کنن همین پروردگار را کور نیست گور در پیش دی صاحب نعمتت کرده است امن امانی در نگه داشته است و تو چه خیلی را عبادت نمیکنی سبحان الله او کور نمکی در خود تو این درجه را بشوه ابر باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کفاری و به غفلت نخری همه از بحری تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری خدای تعالی به خاطر آن که تو صاحب یت کنون شد تمام طبیعت در خدمت واگمار کرده است و وقتی که تو فرمان نمیبری از شرط